بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، شرح شروط الصلاة وأركانها وواجباتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، والشرح لفضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى. اینک بعونی الله تعالی ما درس خود را دوام میدهیم از شرح شرط‌های نماز و ارکان و واجبات آن از آن شیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي رحمه الله تعالى، شرح از آن شیخ علامه عبد المحسن بن حمد عباد، الله سبحانه و تعالی این کس را محافظت کند. درس امروزی ما بعون الله تعالی آغاز می‌یابد آنجا که شیخ شارح فرموده است: قوله الشرط الأول الإسلام وضده الكفر والكافر عمله مردود ولو عمل أي عمل، والدليل قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وقوله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یعنی شرط یکم اسلام است، ضد آن کفر است و از کافر یگان عملی را قبول کردن نمی شود، کدام عملی را که آن انجام نداده باشد. و دلیل سخن او تعالی است: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. مشرکان را لایق نیست که در حالی که به کفر خود اقرارند مسجدهای الله را عمارت کنند، اعمال آنها ناچیز شده و در آتش جاویدانند. سوره توبه آیه 17. و قوله تعالی و سخن او تعالی است: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. و به اعمالی که کرده اند پردازیم و همه را چون ذره های خاکین غبار برباد دهیم. اکنون بارک الله فیکم شیخ شارح تحت این متن خوانده شده می فرماید که كل عمل يتقرب به إلى الله في هذه الأمة لا ينفع صاحبه إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومبنيا عليهما. یعنی هر عملی که به طفیل آن به الله کس نزدیک شده میتواند در این امت، به صاحبش این عمل و یا آن عمل سود و فایده نمی بخشد، مگر همه وقت سود و فایده می بخشد اگر به شرطی که پیش از همین عمل چی ذکر شدگی باشد؟ شهادت باشد آیدی آن که جز الله یگان معبودی بر حق نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستادی الله است. يعني إلا إذا كان مسبوقا بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومبنيا عليهما. باید که یعنی همه وقت این و یا آن عمل سود و فایده می بخشد به صاحبش وقتی که پیش از عمل شهادت باشد. آیدی آن که جز الله یگان معبودی بر حق نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول الله است و مبنیا علیهما، یعنی همان عملش
بنا بر این دو شهادت باشد، بنا بر این دو شهادت باشد. فلا بد من اخلاص العمل لله، یعنی ضرور و حتمی است که عمل را صرف و خالص برای الله انجام داده شود. چرا؟ و هو مقتضى شهادت ان لا اله الا الله، چون که اخلاص این اقتضای شهادت لا اله الا الله است. یعنی وقتی که تو واقعا شهادت دادی که جز الله یگان معبودی بر حق نیست، این شهادت اقتضا میکند، دلالت میکند که اکنون باید عمل را صرف برای الله صرف کنی، نه مثل قبوری ها، قبر پرست ها، مزار پرست ها، انسان پرست ها که مثال عملشونه گویا که به نام الله انجام میدهند و در برابر آن با برای دیگر کسها، دیگر مخلوق هم چیکار میکنن؟ انجام میدهند. این مخالفی شهادتی ان لا اله الا الله میشه، نه مقتضای شهادتی ان لا اله الا الله. این یکم شرطی قبول عمل است در پیشگاه الله سبحانه و تعالی. ولا بد من متابعه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. دویم شرط عمل حتما باید که پیرو از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم باشد. یعنی این و یا آن عملی که وی را انجام میدهد به نام عبادت میگوید باید که طبق نشانداد پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم باشد. فهمیده؟ بارک الله فیکم. چون که پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم کردن و هو مقتضى شهادت ان محمد رسول الله، این مقتضای شهادت آن است که محمد رسول الله است. یعنی مادامی که تو شهادت دادی که واقعا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده الله است، این شهادت تو را دلالت میکند که پیرو از او باشی، که عکس این بدعت میشود. کسی پیرو از پیغمبر صلی الله علیه و سلم در عبادت نباشد، معلوم میشد که او بدعت کرده است. بدعت که شد و مردود غیر مقبول میشد. خیلی که عکس اخلاص چی میشه؟ بارک الله فیکم. اگر در عمل اخلاص نباشه عکس او شرک میشه. بارک الله فیکم. فهمیدید؟ و کل عمل یعمله الكافر فانه لا ينفعه عند الله عز وجل. بنابراین هر عملی را که کافر انجام میدهد وی عمل به او سود نمی بخشد در پیشگاه الله عز وجل، فایده نیست. چرا؟ لفقده شرط الاسلام، برای خاطر در وی شرط اسلام نبودن، شرط اساسی نیست. وقد استدل الشيخ رحمه الله لرد اعمال الكفار وعدم قبولها منهم بالآيتين من سورة التوبة وسورة الفرقان. شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى دلیل می آرد آید قبول نبودن عملهای کافرها و رد بودن، یعنی و حبطه بودن عملهای کافرها، یعنی از ایشان عملشان قبول نمی شود. گفته شیخ الاسلام دلیل می آرد، طوری که ما و شما شیخ الاسلام خوبتر می شناسیم بارک الله فیکم، به دلیل گپ نمی زند. دو آیت را دلیل می آرد از سوره توبه و از سوره فرقان. لأن آیت التوبه ختمت ببیان حبوط اعمال الكفار، زیرا آیتی که در سوره توبه آمده است خاتمه به آن آمده است آیدی بیان و روشنی به حبطه و نیست شدنی و برباد شدن اعمال کفار. فهمیدید؟ اولئک حبطت اعمالهم، گفت عملشان حبطه می شود، یعنی وجود اون عمل مثل نبودن است. نه.
وآية الفرقان بيّنت أن أعمالهم لا عبرة بها و آیتی که در سوره فرقان آمده است بیان روشنی می اندازد که اعمال کافرها لا عبرت بها یگون معنی ندارد، یگون ارزش ندارد، یگون اعتبار ندارد. و انها مثل الهباء المنثور، یعنی اعمال ایشان به مانند خاکستری پاشیده شده است، یعنی به مانند خاک و مانند گردی چه برباد شده است. ای این چی معنا دارد؟ بطلت و اضمحلت، یعنی اعمال ویها باطل حسابیده می شود و نیست است. این است بارک الله فیکم درس امروزی ما از کتاب شرح شروط الصلاة و ارکانها و واجباتها از آن الشيخ عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى. نكتفي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا والحمد لله رب العالمين.